نیم سال بعد قتل وحشیانه سرباز قطوری میرعلی بوقیف در یک قسم حربی نیروهای مرزبانی تاجیکستان در نویه فرخور، مرکز مطبوعات دوستان کل تاجیکستان برخی تفصیلات این پرونده را آشکار کرد و گفت این سرباز زاده پنجکند را سرژانت خرد صدیق سعداللهیف برای بوشلت یا بالاپوش حربی با مش زده کشته است. دادگاه حربی گرنیزان ختلان ماه اپریل سعداللهیف را به 13 سال زندان محکوم کرد. میرعلی بوقیف شب 17 اپریل سال 2022 کشته شد. او ماه مای سال 2021 به خدمت دعوت شده بود. میرعلی از یک عائله سرفرزند بود. وقف برادر و خواهر داشت و آرزو داشت که مهندس روساز شود. قبل از خدمت او در تکنیکوم روسازی تحصیل میکرد. چون این حادثه های بهرمی در ارتش باعث می شود که بسیاری از والدان فرزندان خود را از خدمت حربی در صف قوه های مسلح تاجیکستان بگریزانند. دوستانی کل درباره این پرونده چنین اطلاع می‌دهد: خدمتچی حربی قسم حربی دیدبانگاه سرحدی رقم 4 غلبه قسم حربی 0307 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان واقع در جماعت دهات غلبه نویه فرخور سرژانت خرد سعداللهیف صدیق از هم خدمت خود افسر قطاری بوقیف طلب می نماید که بالاپوش زمستانه یا بوشلات خود را برای استفاده موقتی به او بدهد. افسر قطاری بوقیف طلب سرژانت خرد سعداللهیف را رد کرده. در این لحظه سرژانت خرد سعداللهیف به غضب آمده قاعده های آیین‌ناموی مناسبت های بین همدیگری خدمتچیان حربی را وی رو نموده برخلاف طلبات های ماده های 6 9 13 14 16 35 و 64 آیین‌نامه خدمتی داخلی و ماده های 1 4 5 و 6 آیین‌نامه انتظامی قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان عمل کرده با مشت 2-3 مرتبه ضربه های سخت پای در هم به قفس سینه بوقیف زده است. از ضربه های او افسر قطاری بوقیف ضرر وزنین به سلامتی برداشته از اوش رفته به زمین می افتد. در این وقت سربازان و افسران دیدبانگاه در حال بوقیف را برای رسانیدن کمک طبی گرفته به بیمارخانه مرکزی نویه فرخور میبرند. در نتیجه افسر قطاری بوقیف هنگام به بیمارخانه بردن وفات کرده است. پرکورور حربی گرنیزان شهر کولوب نسبت سرژانت خرد سعداللهیف با ماده 373 قسم 2 بندهای ب و 110 قسم 3 بند و کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز نموده بعد انجام تفتیش پیشکی به سود ارسال نموده است. با حکم سود حربی گرنیزان ولایت ختلان از 5 اپریل سال 2022 سعداللهیف با ماده 373 قسم 2 بندهای ب و 110 قسم 3 بند و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده نسبتش در اساس ماده 67 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از روی مجموع جنایت‌ها برای قسماً ضم کردن جزاها جزای نهایی در نمود محروم ساختن از آزادی به مدت 13 سال با ادا نمودن جزا در کلانی‌های اصلاحی دارای نظامش سخت تعیین کرده شده است.